تصویری که ملازم فرمایید 80 سال حاصل عمر منه. من از بچگی 10 سال بعد تا الهال تلخ و شیرینی های بسیار در استان دیدم، از ناراحتی ها، از آشوب ها، از گرفتاری های شهری مردمی و آخر دوره چپاولگری قاجاریه بود. در اون زمان یواش یواش ایران نظم میگیرم. اگر اجازه فرمایید بقیه برای آینده بذاریم. فقط یه سوال داشتم. بله. شما چه تعریف از زندگی دارید؟ از زندگی؟ عجب سوالی کردیم. بعد از 80 سال من به فکرش افتادم تازه که دیر شده. من تعریفم از زندگی اینه: